پلیس ترکیه چند روز باز تلاش دارد که اعتراضگران را پراکنده کند. ده ها هزار کس در 55 ولایت ترکیه با اعتراض به بازداشت اکرم امام اغلو رئیس شهر استانبول به خیابان‌ها ریختند. نیروهای پلیس با گاز اشک‌آور و تیرهای رزینی به اعتراضگران حمله کردند. مقامات ترکیه گفتند که بیش از 1000 نفر بازداشت شده است. کسانی که به ادعای آنها قانون را پایمال و به کارمندان پلیس حمله کردند. اعتراضگران طلب دارند که اکرم امام اغلو آزاد شود. 40 gün 45 gün daha kazanıp شهردار استانبول پس از آن دستگیر شد که او را برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی ترکیه از نام حزب جمهوری‌خواه مردمی نامزد انتخاب کردند. انتخابات باید در سال 2028 برپا شود. بعضی از پرسش‌های افکار عموم امام اغلو را نظر بر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری حاضره ترکیه پیش صف نشان داده است. امام اغلوی 54 ساله در دایره یک پرونده با اتهام دست داشتن در فساد مالی روز 19 مارس بازداشت شد. İstanbul merkezli مهلت پرزیدنتی اردوغان در سال 2028 تمام می شود و او حق پرزیدنت شدن را ندارد، ولی مخالفان می گویند که شاید او قانون را تغییر دهد و باز پرزیدنت شود. از این رو به گفته مخالفان رجب طیب اردوغان رقیب اصلیش را با بهانه ساخته از سبقت بیرون می کند.